روز 27 نوامبر سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی دغل رفتاری یک راننده رخش تاکسی نشر شد. به گفته مؤلف ویدیو، در نزد بازار میرگان راننده سالخورده تاکسی که او منع کرد با بهانه اینکه او با خود بار دارد گفته است من تو را نمیبرم. مشتری از راننده پرسید است که برای چی نمیبرید؟ من از شما شکایت میکنم به شرکتتان. اما راننده پاسخش داد است که هم او را و هم شرکتش را فلان میکند. مشتری نوشته بود که از بس که من امروی همسرم بودم از سخنهای این موسفید شرم داشتم و دیگر سخنی نگفتم. مگر این کار درست است؟ برای چه رانندگان تاکسی تا این درجه بدرفتار شدند؟ مگر آنها به ما رایگان خدمت میرسانند؟ این ویدیو موج واکنش ها را به بار آورد و بسیاری ها با محکوم کردن رفتار و گفتار راننده سالخورده از مقامات خواستند تا نسبت به او چاره های قانونی بیاندیشند. واکنش مقامات دیر نکرد. مؤسسه دولتی کمانالی دوشنبه نقلیات خدمت رسان که امور نقلیات جمعیت پایتخت تاجیکستان را در دست دارد، علاقه شام 27 نوامبر با نشر یک اطلاع تحت عنوان راننده دغل گفتار در صفحه رسمیش در شبکه فیسبوک خبر داد که شرطنامه خدمت رسانی از جانب شرکت سیاحان رخش تاکسی یک طرفه قطع گردیده رقم دولتی واسطه نقلیات برای از قید جمعیت برآوردن گرفته شد. عملکرد راننده واسطه نقلیات رقم قید دولتیش 8571-05 محمد نورов ظریف عبدالحکیموویچ از جانب ساختار دخلدار پایتخت مورد بررسی و چاره‌جویی قرار دارد. گفته میشد همچنین در اطلاعیه مؤسسه نقلیاتی شهر دوشنبه میلیسای پایتخت صبح 28 نوامبر خبر داد که در اساس نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان مقامات میلیسای پایتخت شهروند محمد نورов ظریف عبدالحکیموویچ سال تولدش 1960 ساکن شهر دوشنبه راننده автомашین تمغه خوانده رقم قید دولتیش 8571-05 برای دغل رفتاری دستگیر کرده شد. خود محمد نورов برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیست، ولی به گفته میلیسای دوشنبه ضمن سنجش معین کرده شد که او از سال 2019 تا این زمان همچون راننده واسطه نقلیات مسافرکشان در شرکت سیاحان یا رخش تاکسی 3333 کار فعالیت می نماید. نامبرده صحنه 27 نوامبر سال جاری تخمین ساعت 11:30 هنگام فعالیت کاری در نزد بازار میرگان نسبت یک مسافر زن دشنامه قبیح گفته در برابر شأن و شرف او را پس زدن ترتیبات جمعیتی را نیز ویران کرده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به محمد نورов ظریف طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام میدل باشه پروتکل مأموری ترتیب داده شده. در اساس قرار دادگاه نسبت نامبرده جزا در نمود جریمه مأموری به اندازه 10 نشان دهنده برای صبحها یعنی 680 سامانی تطبیق کرده شد. همزمان از جانب شرکت سیاحان شرطنامه خدمت رسانی با شهروند محمد نورов ظریف قطع کرده شد. تصدیق شده است در خبر ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه.